مقامات حفظ حقوق تاجیکستان نسبت 14 نفر امام خطیبان پرونده جنایی باز نمودند. 68 حالتی به خطاگی راه دادن طبیبان و سیر پنهان ماندن آن. ختم کنندگانی که از آموزگار شدن دست میکشند جوابگر میشوند. مرحله نو در پرونده بزرگ مهریارو. امام علی رحمان را با امپراتور روس رومانوف مقایسه کردند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان نسبت 14 نفر امام خطیبان پرونده جنایی باز نمودند. حسین شاکیروف سردار ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دینی تاجیکستان ضمن نشست خبری امروزه اظهار نمود که از 14 نفر بازداشت شدگان تنها 2 نفرشان امام خطیبان عمل کننده می باشند. باقی مانده کیها از منصب سبکدوش یا چند قبل از سنجش تخصصی نگذشتند. من فهمیده نمیتوانم که چرا همه گناه را به دوش خادمان دین بار میکنند. اما شاکیروف از افشای جزئیات عیبنامه‌های پیشنهاد شده به امام خطیبان بازداشت شده خودداری کرد. هفته گذشته ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت از اختیاراً به مقامات ملیسا تسلیم شدن عارف جان ارگشف، امام خطیب پیشین مسجد جامع تقوا و نایب سرخطیب مسجد مرکزی به نام شیخ مصلح الدین شهر خوجند خبر داده بود. ماه ایون به اتهام عضویت در گروه فعالیتش ممنوع اخوان المسلمین 7 نفر امام خطیبان ناحیه باباجان غفورآبی ولایت سوخت هر کدام به 3 سال و 3 ماهی محکوم به زندان شدند. در 6 ماه سال جاری در تاجیکستان 68 حالتی به خطاگی راه دادن طبیبان به قید گرفته شده است. این معلومات تنها بعد پافشاری روزنامه‌نگاران در نشست مطبوعاتی نصرت الله سلیمزاده صدا داد. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نصرت الله سلیمزاده گفت این حالتها به قید گرفته شدند. اما آمار و تحلیل آن را انیق کردن دشوار است. برای اثبات خطاگی بودن یا نه این را باید سود انیق کند. ولی تا به امروز یگان حالتی به خطاگی راه دادن طبیبان تا به سود نرفته است. ژورنالیستان را این پاسخ قانع نکرد و بعد پافشاری ایشان وزیر تصدیق کرد که تنها در 6 ماه 68 حالت به قید گرفته شده است که همه منطقه های جمهوری را در بر میگیرد. در تاجیکستان آنهایی که از ضربه خطای تیغ جراحی طبیبان میفوتند کم نیستند. اما طبیبان و وزارت تندرستی از افشای این حالت خودداری میکند. همچنانه که امروز 13 ایول ضمن نشست مطبوعاتی وزیر از یگان طبیبی به خطاگی راه داده نام نگرفت. به عنوان مثال می شود از خدای نظر اساس‌زاده ادبیات شناس و سابق رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی یاد کرد که زیر تیغ جراحی طبیبان دل دنیا را ترک گفت که در این باره رئیس جمهور و برخی وزیران و منصبداران اطلاع دارند. اما طبیبی که او را جراحی کرد حتی از منصبش کنار نرفت. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی نسبت به 6 نفر ختم کرده بخش بودجتی که بعد ختم از کار در ساحه آموزگاری دست کشیدند به دادگاه مراجعت کرده است. ناصرجان سلیمی رکتور دانشگاه مذکور ضمن نشست مطبوعاتی گفته است از حساب بودجت دولتی هزارها سامانی برای 5 سال تحصیل ختم کنندگان صرف شده است و در حالتی که ساحه به آموزگار نیاز دارد صرف نظر کردن از کار جوابگری دارد. تجربه دادگاه‌های قبلی نشان داده است که در این صورت ختم کنندگان خراجات 5 سالی از بودجه صرف شده را برمیگردانند. سبب دست کشیدن آموزگاران جوان از این کسب معاشی کم گفته می شود. جوانان بعد ختم دانشگاه‌ها معمولاً به مهاجرت می روند یا اختصاص را عوض می کنند. ضمناً در تاجیکستان در اساس قرار وزارت معارف و علم دیپلم ختم کنندگان بخش بودجتی بعد 2 سال ختم و کار در ساحه دولتی داده می شود. رئیس اجنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان جمعه دولتوف در پاسخ به اعتراضهایی که در مورد کار یکجایی رئیس جمهوری تاجیکستان و دخترش آزاده رحمان در مطبوعات صدا می‌دهند، رحمان را با امپراتور روس رومانوف مقایسه کرده است. سلاله ها از کجا پیدا می شوند؟ برای چی در امریکا می شده است؟ در آذربایجان می شده است؟ برای چی میشه رومانوف از سال 1603 تا سال 1918 همراه خویش و تبارش رهبری کرد؟ چون این حالتها در تجربه جهانی هست. قبلا امام علی رحمان را با گاندی، چرچیل، ماندلا و دیگران مقایسه کرده بودند. اما بار اول است که یک منصبدار دولتی او را با امپراتور مقایسه می کند. در این شرحش دولتوف از استعداد و ظرفیت آزاده رحمان هم توصیف کرده گفته است
ظرفیت‌های خوب دارد و ما باید ظرفیت‌هایش را در این منصب و دیگر منصب‌ها استفاده بریم. بعد انجام نشاندادهای بزرگمهر یاروف در دادگاه، دیروز مرحله نو پرسش او آغاز یافته است. پرسش را وکیل دفاع آغاز کرده است و بعد او آن را باید جبردیدگان و دادستان ادامه دهند. در همین حال معلوم نیست جبردیده‌هایی که در مرافعه شرکت نکرده اند آیا در پرسش شرکت خواهند کرد یا خیر، و اگر شرکت کردند چگونه میتوانند سؤال گذاری کنند؟ بزرگمهر یاروف در پاسخهایش به سؤالهای وکیل دفاع از قانونشکنی‌های حرف زده است که ضمن تفتیشات در حق او صورت گرفته است. از جمله تنها بعد گرسنه‌نشینی تأمین شدن حقوق حمایه‌اش و بعد 7 ماه بازداشت دریافت اجازه واخوری با مادر و همسرش. بزرگمهر یاروف گفته است تنها بعد 7 ماه بازداشت شدنم واخوری با مادر و زوجم را اجازه دادند که این کار نوعی از شکنجه حساب می شود. پرونده پر از خطاگی‌ها و حقوق ویرانکنی‌ها عبارت است. پروکراتور فکری عیبدارکنی را به یگان سنجش لازمه امضا کرده است. پروکرور باید این 13 جلد را 13 بار بر سر مفتشان میزد. او همچنین از قانونشکنی‌های پروکرور ژنرالی و مقامات تفتیشاتی حرف زده است که متن پررای پاسخ‌های او را می‌توانید از سامانه پیام نت مطالعه نمایید.